این دست نعمت الله هست، قدرش را بدانیم. وقتی که لیوان آب را به خواسته خودمان بلند میکنیم، به نیاز خودمان بلند میکنیم، بدون اینکه انتظار داشته باشیم کسی دیگه این لیوان را برای ما بلند کنه، به دهن ما برساند، این بزرگترین احسان رب العالمینه. در دل داره که دستش دراز بشه این لیوان آب را برداره، دلش میخواد در اون لحظه ای که خودش تمنا داره، اما دستی نداره که دراز کند. سبحان الله. دستی که ام باش غذا میخوریم، ام باش کار میکنیم، این نعمت رب العالمینه، قدرش را بدانیم. دستی که مینویسد، دستی که نصرت میکند.